چرا هر بار که با کسی دعوات میشه شک میکنی که نکنه مشکل از تو بوده؟ چرا همیشه برای واکنش هات مرددی؟ چرا وقتی کسی نسبت به تو خطایی مرتکب میشه به جای تمرکز روی اون خطا از واکنشی که نشون دادی شرمنده میشی؟ با اینکه میدونی اون خطاکاره در نهایت این تویی که احساس میکنی زیاده روی کردی و شاید حتی ازش عذرخواهی کنی. اینطور مواقع یه دادگاه ذهنی راه میندازی و توش سعی میکنی ثابت کنی که تقصیر تو نبوده، اما حتی تو دادگاه ذهنت هم دیگران طرف تو رو نمیگیرن. میدونی این از کجا میاد؟ وقتی که بچه بودی، اگر جایی با تو بدرفتاری شده، اگر کسی چیزی گفته اذیتت کرده یا کاری کرده که رنجیدی، وقتی به آدمای امنت، بزرگترای دور و برت، پدر و مادرت، حامیانت، وقتی به اونها شکایت بردی که فلانی فلان کارو کرده، محلت نمیدادن، جدی نمیگرفتنت، میگفتن ولش کن، یا بدتر از اون تو رو سرزنش میکردن، بازخواستت میکردن. مگه چی کار کردی که اون کارو کرد؟ مگه نگفتم دور فلانی نپلک؟ نگفتم بهش جواب نده؟ ببین جواب دادی که بهش برخورده؟ زشته، بزرگتره، بچه فلانی، نوه فلانی، عیبه بهش چیزی بگی. نباید بروش بیاد، بروش آوردی که لجتو گرفته. به جای پرداختن به کار اون تو رو سرزنش میکردن، بازخواستت میکردن. اونا همه این حرفا رو بهت زدن در حالی که تو اصلا خطایی نداشتی. یکی تو رو عمدن یا سهوا آزرده، اما تو بابت واکنشی که نشون دادی سرزنش شدی. اسم این کار گسلایته. تو روانشناسی به منزله حاله‌ای از شک و تردیده که فضای ذهنت رو مسموم میکنه. انگار که روی درک و تشخیصت رنگی از غیر واقعی بودن و نادرست بودن ریخته باشن. انگار که شستشوی مغزی داده باشنت، چیزی که اتفاق افتاده رو انکار کنن و چیزی که انجام نشده رو تایید. حسش جوریه که انگار بخوان برات شب رو روز و روز رو شب جلوه بدن، در حالی که تو با چشمای خودت داری ماه و خورشید رو تو آسمون میبینی. با اینکه گسلایت موضوعیه که خیلی اوقات عمدن انجام میشه تا کسی از زیر بار خطایی که کرده در بره، اما بعضی وقتا بعضی از آدما بدون اینکه بخوان یا متوجه باشن ما رو گسلایت میکنن. نمونهش آدمای امن بچگی ما، وقتی که ناآگاه بودن، کم توان بودن، خودشون تو بچگی گسلایت شده بودن، بهشون آموزش‌های درستی داده نشده بود یا از کسی میترسیدن و نمیخواستن که باهاش وارد تنش بشن، ما رو مجبور میکردن که بهش احترام بذاریم. احترام از نظر اونا یعنی اگر کسی ما رو اذیت کرد بروش نیاریم که اذیت شدیم، بروش نیاریم که چی کار کرده و اگر این کارو بکنیم خطا کردیم. اینطور مواقع اون آدم خطاکارم از خداش قصر در بره، به شوخی یا به جدی ما رو مقصر معرفی کرده. این باعث شده که بدنمون این تجربه رو فراموش نکنه. همیشه وقتی درد دل بردیم پیش آدم امن و ازش کمک خواستیم، به جای حمایت کردن ما رو کوبیده. این دلیل اون دادگاه‌های ذهنیه که تو سر خودمون داریم. تلاشی که برای اثبات حرفمون به سایرین میکنیم، در به در دنبال آدمی گشتن که حداقل اون بفهمه که چی شده، حداقل اون باورمون کنه. شکی که به خودمون داریم، نکنه حساس بودم هامون، نکنه زیاده روی کردم هامون، من چرا با همه مشکل دارم هامون، اینا همه از اینجا میاد، از گسلایت. باعث شده به خودت، به قضاوتت و به اون چه از واقعیت میبینی شک کنی. شاید بارها این رو متوجه شده باشی که در دیدن جزئیات بسیار توانمندی، اما در نتیجه گیری و گرفتن تصمیم بر اساس نتیجه میلنگی و عاقبت اون راهی رو میری که دیگران میگن، که دیگران میخوان. کاری که باید بکنی اینه: اول از همه بدون، باور کن و متوجه باش که اون چه دیدی واقعیه. به خودت، به درکت، به تشخیصت اطمینان داشته باش. یادت توی بچگیات میگفتن شاید منظور بدی نداشته، شاید تو اشتباه کردی، شاید بد فهمیدی، بد دیدی، اشتباه دیدی، حساس شدی. کم کم این صدا شد صدای درونی تو. شاید من اشتباه میکنم، شاید من بد فهمیدم، شاید من بد برداشت کردم، شاید من حساسم، شاید من زیاده روی کردم، شاید من نفهمیدم، شاید من باید جور دیگه عمل کنم.
کم کم بهانه‌هایی که آدمای امنت برای آزار دیدنت می آوردن تبدیل شد به بهانه تراشی‌های ذهنت تو هر جا که آزار دیدی، حتی اگر عمدی بود. روی تمام این شاید منها خط بکش. هر جا که خطایی دیدی به خودت و اون چه دیدی شک نکن. هر زمان که ذهنت خواست بهانه‌ای برای خطا کار بتراشه، صداش رو خاموش کن. توجه نکن. اون صدای تو نیست. صدای گسلایته. تمرین کن. اطمینان به خودت و احساست رو. از ابراز وجود نترس، از بیان افکارت نترس، از اینکه جایی احساست رو نسبت به چیزی بگی که برات ناخوشاینده نترس. به خودت نگو که کاش این رو نمیگفتم یا جور دیگه ای میگفتم. وقتی میخوای این قفل ذهنی رو بشکنی، مهم نیست که ضربات چکشت ریتم زیبایی داشته باشن. خودت رو محدود نکن. قفل رو بشکن. کم کم میبینی که واکنش‌هات پخته تر میشن. کم کم میفهمی که چه چیزی ارزش چه جور واکنشی رو داره. میفهمی کجا باید عبور کنی و کجا باید سختگیری بیشتری نشون بدی. بدون اینکه دنبال اثبات به دیگران یا تایید اونها باشی. تو میدونی چی شده و همین کافیه. تو خودت شاهد حقیقتی هستی که دیدی. تو خودت شاهد خودتی. شهادت خودت رو معتبر بدون.